امروز قرار با هم پخت و پز کنیم، ولی قرار نیست آش بپزیم. پس ماجرا از اونجایی شروع شد که من تو یکی از استوریا اعلام کردم که یه مدل میخوام کاملا فری هند تا چیزی که تو ذهنم رو فقط با هزینه این موادش براتون انجام بدم. اینجا شروع پخت و پزم بود. عجی لا ترجی بوم شروع کردم به طراحی کردن و خیلی استرس داشتم. بخوام باهاتون صادق باشم، تنها چیزی که میدونستم اینه که قرار لیلیوم بکشیم، ولی هیچ ایده‌ای نداشتم که گل برگو به چه سمت و به چه صورتی باید باشه. کمی از برگ گل کشیدم و هاله‌هایی از دود. گفتم که اینطوری خیلی جذاب‌ترش میکنه و فقط گل خالی. تقریبا اینجای کار بود که با خودم گفتم اگه مشتری اینو ببینه فکر کنم سکته کنه و مستقیم از در بره. که دقیقاً همین شد. شوخی میکنم. اینم نتیجه طراحی که من با دست انجام دادم به صورت کاملا فری هند. ریا نباشه مشتریم 18 سالش بود و آخرش هم در نیومد و من از این وضعیت واقعا راضی بودم. 80یا نسل ریسک پذیری هستن. اینم از مدرکش. ذوقش ستودنی بود. تقریبا وقتی از در وارد شد با انرژی خیلی خوب اومد، به من اعتماد کرد و نتیجهش واقعا براش دلنشین و زیبا بود. از این بابت خوشحالم. مرسی که بهم اعتماد کردی. اگر تو هم دوست داری مدلم بشی، استوریا رو دنبال کن.